ما یه سری آدم تو تلویزیون صدا و سیما داریم که خیلی رونالدینیویی رفتار میکنن. یعنی چی؟ یعنی راستو میبینن چپو میزنن. یکیش رو میخوام بهتون معرفی کنم، ببینید. دیدید ویدیو رو؟ همین خانوم الان یه برنامه داره تو تلویزیون، داره پخش میشه با این مفهوم که جوانایی که زمان اعتراضات مهسا به خیابون میومدن فهمیدن اشتباه کردن و میان تو تلویزیون راجع به گول خوردنش و اشتباهاتشون صحبت میکنن. کلا دارم تبلیغ انتقادی رو میکنه، نه تبلیغ زندگی آزادی. بچه‌ها ببخشید من میگم واقعا قصه زندگی آزادی یه جوک. اصلا ببینید جریان زندگی آزادی یه شعار صهیونیستی هست. ببین، من فقط یه سوال از شما دارم. اگر الان قبل از اعتراضات مهسا بود و تو با همین لباس، با همون شلوار، با همون کت، با همون کلاهی که روی سرتشون احساس میکنم رو سری نیست، میرفتی و استیج رو اجرا میکردی، قطعا همون همکاران محترم بیسیم به دست پشت سر شما رو به سمت گشت ارشاد هدایت میکردن که با فن تشریف ببری وزرا. این که الان تو میتونی با اون لباس اجرا بکنی، همه اینها بعد از همون از نظر تو جوکیه که اتفاق افتاد در سال 401 و نمیشه که تو اونجا بیای بشینی بگی جوکه و بهشون بخندی، بعد اینجا پشت دست اون جوونا بازی بکنی و از آزادی هایی که به دست آوردن تو هم استفاده بکنی. اگر اینوری هستی اینوری باش، اگر اونوری هستی اونوری باش، ولی نون به نرخ روزخوری دیگه تو چت ما نخواهد رفت. برای همینه که مردم دیگه تلویزیون نمیبینن، چون عقل دارن.